امیدوارم که مثل روزهای قبل امروز هم روز خوبی رو سپری کرده باشی و امیدوارم که اگه در آغاز روزت هستی روز خوبی رو در پیش داشته باشی. جلسات گذشته ما در مورد دایره مثلثاتی و زوایای مهم با هم بحث کردیم، صحبت کردیم. یه سری اطلاعات بهتون دادم، این که اصلا سینوس چیه، کوسینوس چیه، زوایای مهم به چه صورت هستن و اینکه در تبدیل زوایای مهم به هم دیگه و افزودن کمانهای مختلف مضارب پی دوم و پی داخل کمانهای نسبت‌های مثلثاتی چه اتفاقاتی خواهد افتاد. اما مهمتر از همه اینها یادگیری فرمول‌های مثلثاتیه که خدمتتون در جلسه اول مثلثات هم گفتم که امکان نداره بدون یادگیری فرمول‌ها شما در کنکور موفق بشید. چرا که شما فقط در بحث مثلثات با فرمول‌ها سر کار ندارید. شما در بحث تابع، حد، مشتق و انتگرال به خصوصا بچهای ریاضی که فرمول ضرب به جمع سوال قطعی امسالشون هست، این رو باهاش سر و کار دارند و خدمتتون عرض بشم که باید فرمول ها رو یاد بگیرید. اما قبل از این که من اصلا بخوام توضیحی پیرامون فرمول ها بدم، چند نکته رو باید خدمتتون دقیق بگم. اولین نکته اینه که ببینید شما اگر اتحادهای جبری رو به خوبی بلد نیستید، هرگز نمیتونید فرمول ها رو یاد بگیرید. دوم اینکه اگر مفهوم سینوس و کوسینوس و تانجانت و کوتانجانت رو در فیلم های قبلی متوجه نشدید، یادگیری فرمول ها فقط به شما زحمت حفظ کردن یک سری جمله و چیزهای بی‌معنی رو میده که هیچ کمکی به شما در کنکور نخواهد. شما باید حتما مفاهیم سینوس و کوسینوس و تانجانت و کوتانجانت رو کامل مسلط باشید، اتحادهای جبری رو مسلط باشید. بعد ما میایم در مورد فرمول ها با هم صحبت میکنیم. مطلب بعدی که خیلی از بچه ها میپرسن، مثل اینکه خیلی از بچه ها، هرچند میدونم این رو، ولی مثل اینکه خیلی از بچه ها در بحث مقاطع مخروطی مشکل دارن و همش اصرار دارن که من زودتر این بحث رو تدریس بکنم. خدمتتون بذارید یه مطلبی رو بگم. چرا شما توی این بحث مشکل دارید؟ علت اصلیش اینه که دبیرهای شما سلسله مراتب آموزشی رو در تدریس این بحث رعایت نکردن. یعنی شما اتحادهای جبری رو خوب بلد نیستی، مربع کامل کردن رو خوب بلد نیستی، مفهوم مجانب رو نمیدونی، مفهوم خط مماس رو نمیدونی، دستگاه مختصات دکارتی رو خوب بلد نیستی. طبیعتاً نمیتونی این بحث رو هم یاد بگیری و بفهمی. معنی منحنی رو نمیدونی، معنی فاصله نقطه از خط و فاصله نقطه از نقطه رو نمیدونی. مطمئنا این بحث رو یاد نمیگیری. سخت میشه اگر هم بخوای یاد بگیری، چون مفاهیمی درونشی که شما نمیشناسی، نمیدونی چیان. به خاطر همین این بحث میشه یکی از سخت ترین بحث ها، در صورتی که فوق العاده بحث راحتیه. فقط کافیه دست چپ و دست راستتو بلد باشی که کدوم سمته، همین. و اینکه افق چیه و محور عمود چیه، همین دوتا رو شما بدونی کافیه و میتونی این بحث رو یاد بگیری. بچه های رشته ریاضی تو بحث هندسه تحلیلشون یه چیز دیگه هم دارن به نام معادله استاندارد مقاطع مخروطی که بچه های تجربه ندارن، که حالا اون رو هم به وقتش توضیح خواهیم داد. ولی مقاطع مخروطی میگم بحثیه که پیش نیاز زیاد داره. شما برای اینکه حضولی رو یاد بگیری باید مجانب رو بلد باشی فرزند. برای اینکه کل مقاطع مخروطی رو یاد بگیری باید دستگاه مختصات دکارتی، رسم نمودار و مربع کامل کردن رو خوب بلد باشی تا بتونی اونها رو بفهمی. به خاطر همین صبر داشته باشید، ما به وقتش به این بحث میرسیم و خدمتتون کامل توضیح خواهم داد. بریم سراغ فرمول های مثلثاتی. و اگر باز تاکید میکنم نخوندی اتحادهای جبری رو، برو مجدد فول باید بلد باشی. یعنی جلسات گذشته این رو
تا اینجا گفتیم هر چی رو شما نیم ساعتش هم بلد نباشی، قطعا ما دچار مشکل میشیم تو تدریسمون. چون تمام این تدریس هایی که اینجا خدمتتون دارم میگم همش سلسله مراتب داره. یعنی شما امکان نداره مثلا میگم قسمت 20 رو نگاه کنی بدون اینکه قسمت 19 رو نگاه کنی. امکان نداره چیزی ازش بفهمی. حتما باید قسمت 19 دیده شه تا بتونی قسمت 20 رو بفهمی. اگر قسمت 1 تا 9 رو متوجه نشدی، قسمت 10 که این قسمت باشه رو متوجه نخواهی شد. پس اگر مباحث قبلی رو بلد نیستی، خواهش میکنم برو اونا رو نگاه کن و بعد بیا این رو نگاه کن، چون واقعا نمیفهمی ها. چون اگر اتحاد رو بلد نباشی هیچی نمیفهمی. من دیگه اینجا مجددا اتحاد اول و اتحاد مربع 3 جمله‌ای و مربع 2 جمله‌ای و اتحاد مجموع مکعبات 2 جمله‌ای و چاق و لاغر اینا رو توضیح نمیدم، اینا رو توضیح دادم. شما باید بری اونا رو یاد بگیری بعد بیای سراغ این قسمت. بریم سر وقت درسمون. بسیار خوب، میریم سراغ بحث فرمول های مثلثاتی. فرمول های مثلثاتی از فرمول پایه‌ای که در سال اول دبیرستان خونده اید من شروع میکنم و نتایجش رو خدمتتون اینجا میگم. سینوس 2x به اضافه، حالا من بیشتر عادت دارم با آلفا نشون میدم، فرقی نمیکنه. سینوس 2 آلفا به اضافه کوسینوس 2 آلفا مساوی است با 1. این فرمول پایه ماست، یکی از فرمول های پایه‌ای ماست. نتایجی داره خودش خیلی مهم نیست، خودش رو باید بلد باشید، اما نتایجش مهمه. جلسه اول هم یه توضیح مختصری دادم، گفتیم سینوس 2 آلفا میشه 1 منهای کوسینوس 2 آلفا. خب این هم خودش نتیجه میده سینوس آلفا مساویه با مثبت منفی رادیکال 1 منهای کوسینوس 2 آلفا. نتیجه بعدی که داره، نتیجه بعدیش اینه کوسینوس 2 آلفا 1 منهای سینوس 2 آلفا. گیج نزنی آقا، اینو آوردم اون ور، یه بارم اون یکی آوردم اون ور، مساوی با اون قرار دادم، کار سختی نکردم. نتیجه‌ای که داره کوسینوس 2 آلفا مساوی با مثبت منفی رادیکال 1 منهای سینوس 2 آلفا. نتیجه بعدی کافیه اینو تقسیم بکنم بر یه دونه کوسینوس 2 آلفا، بر کوسینوس 2 آلفا تقسیم بکنم دو طرف رو. به هم میده چی؟ به هم میده سینوس 2 آلفا تقسیم بر کوسینوس 2 آلفا میشه تانجانت 2 آلفا. تانجانت 2 آلفا کوسینوس به توان 2 آلفا تقسیم بر کوسینوس به توان 2 آلفا میشه 1 و 1 هم تقسیم بر اون میشه 1 بر روی کوسینوس 2 آلفا. نتیجه بعدی کافیه تقسیم بکنم بر سینوس 2 آلفا. سینوس 2 آلفا تقسیم بر سینوس 2 آلفا میشه 1. کوسینوس 2 آلفا تقسیم بر سینوس 2 آلفا میشه کوتانجانت 2 آلفا. پس این میشه کوتانجانت 2 آلفا به اضافه 1 مساوی با 1 بر روی سینوس 2 آلفا. خیلی ساده است، خیلی ساده. این نتایجیه که این فرمول به ما میده، این نتایجیه که اون فرمول به ما میده. حالا سوال رو به چه شکل بهتون میدم؟ سوال میگه که فرضاً سینوس آلفا مساویه با 3 پنجمه. ما بقیه رو به دست بیارید. خب خیلی ساده است. اول اینکه ما این 3 پنجم رو گفتیم، شما سریع باید بگیم میشه 4 پنجم. حالا فرض رو بر این بگیر که بگه آلفا در ربع دومه، یعنی بین پی دوم تا پیه، بین پی دوم تا پی میشه ربع دوم، در ربع دومه، آلفا در ربع دومه. حالا میگه سینوس آلفا رو به دست بیارید. میگم کوسینوس 2 آلفا مساوی با 1 منهای سینوس 2 یعنی 9 25. پس کوسینوس 2 آلفا مساویه با
مساوی با 16/25. در نتیجه کوسینوس آلفا مساوی با مثبت منفی 4/5. حالا مثبت 4/5 یا منفی 4/5؟ منفی 4/5. چرا؟ چون در ربع دومه. در ربع دوم کوسینوس منفیه، پس مثبت رو استفاده نمی کنم، از منفی استفاده می کنم. حالا تانژانت و کوتانژانتش رو میخوام. تانژانت و کوتانژانتش رو میخوام. از روی سینوس تانژانت و کوتانژانت رو، کوسینوس هم که دارم، کوسینوس هم دارم، تقسیم این دوتا بر هم، تقسیم این دوتا بر هم. مگر تانژانت نیستش سینوس آلفا؟ تانژانت آلفا نیست سینوس آلفا بر روی کوسینوس آلفا؟ مگر غیر از اینه؟ خب سینوس میشه 3/5، کوسینوس منفی 4/5 میشه منفی 3/4. خیلی راحت. کوتانژانت، کوتانژانت مگه کوتانژانت برعکس تانژانت نیست؟ یک بر روی تانژانت آلفا نیست؟ جلسه اول توضیح دادم. میشه منفی 4/3. حالا اصلا نگه کوسینوس رو حساب بکن، بگه مستقیما از روی سینوس برای من تانژانت رو حساب کن، یا از روی سینوس مستقیما برای من کوتانژانت رو حساب کن. از روی سینوس من مستقیم میتونم کوتانژانت رو حساب بکنم. از این فرمول استفاده میکنم. چجوریه؟ کوتانژانت به توان 2، کوتانژانت به توان 2 به اضافه 1 مساوی با 1 بر روی سینوس 2، یعنی میشه 25. ببین مستقیم نمی نویسم، می نویسم 1 بر روی 9/25، یعنی میشه 25/9 دیگه. نتیجه میده کوتانژانت، کوتانژانت به توان 2 آلفا، این آلفا هم اینجا داره، مساوی به اضافه 1 مساوی با 25/9. اینو میبرم و ازش کم میکنم. کوتانژانت به توان 2 آلفا مساویه با 16/9. در نتیجه کوتانژانت به توان، کوتانژانت مساوی میشه با مثبت منفی 4/3. مثبت یا منفیه؟ مثبت یا منفیه؟ منفیه، چون گفته آلفا در ربع دوم تشریف داره. چون آلفا در ربع دوم حضور داره، به این شکل در خواهد اومد. مثبت منفی 4/3 خواهد شد. بسیار خوب. این از این. یعنی این فرمول ها فوق العاده واسه ما اهمیت دارن. باید بلد باشی. باید بلد باشی. کاری هم نداره. یه بار اینو بردم اونور شد اون. یه بار این یکی رو بردم اونور شد این. نتیجهش هم که تابلو دوتا رادیکال گرفتیم. یه بار این رو تقسیم بر کوسینوس 2 آلفا کردم شد این. یه بار هم تقسیم بر سینوس 2 آلفا کردم شد این. نیایی بشینی 5000 بار اینا رو هر کدوم رو بنویسی یا نمیخواد این کارو بکنی یا کافیه که فقط شما چند بار اثبات اینها رو انجام بدی، تو ذهنت جا میگیره. شاید 5 دقیقه هم زمان نبره. شاید 5 دقیقه هم زمان نبره. البته من راه حل حفظ کردن چیزای حفظی مثل جدول تناوبی اینا رو بهتون خواهم گفت. اگه یادم رفت تو قسمت‌های بعدی تو تلگرام یادم بندازید که بهتون بگم. آیدیمو که دارید دیگه. آیدیم خیلی راحته. آیدی اینه. ادساین سنجش 1. این آیدی من. توی این آیدی میتونید بهم یادم بندازید، چون ممکنه یادم بره، مشغلم زیاد چه یادمه، چون جایی نمینویسم اینا رو دیگه. همینجوری میگم. پس یادتون باشه. اینو من بهتون بگم که چیزای حفظی مثل جدول تناوبی رو چجوری حفظ بکنید. ولی بعضی چیزا مثل اینا دیگه مثل جدول تناوبی نیست، عدد باشه و حروف بخوای حفظ بکنی. مثلا آرژانتین میشه مثلا میگم آرژانتین آخه یعنی نقره. اون ای جی که میبینید نقره. مثلا نقره میشه ای جی. مثل اونا نیستش که اینا بخواید حفظشون بکنید. اینا کافیه که اثباتاش رو یک بار انجام بدید، کامل در ذهن شما جای خواهد گرفت. پس لزومی نداره دیگه بیشتر از این توضیح بدم. تخته رو پاک میکنم. براتون
مابقی فرمول‌های بسیار مهم مثلثات رو توضیح خواهم داد. بچه‌ها خواهش میکنم اینا رو یاد بگیرید. اکتفا نکنید به اون فرمول‌های، یعنی یه سری چیزا میگم بدون فرمول مثلثات یاد بگیرید. 5 درجه 800 و اینا اکتفا نکنید. اونا همش کلاهبرداریه، خالی بندیه. حالا کلاهبرداری هم نگیم، خالی بندیه، چون نمیتونی تو انتگرال چی کار میخوای بکنی، تو مشتق چی کار میخوای بکنی. چون ما گفتیم از خودمون 5 سوال میپرسیم. سوال اول چی بود؟ ساده میشه. سوال اول بود که قبلا دیدم شبیهشو یا نه. سوال دوم قبلا شبیهشو حل کردم یا نه. سوال سوم آیا ساده میشه. ساده شدن منوط به بلد بودن فرمول های مثلثاته. سوال چهارم میگه نمودارشو بلدی بکشی. سوال پنجم آیا گزینه ها به هم کمک میکنن. همه اینا باید مد نظرت باشه. یعنی همزمان که یک سوال رو میبینی باید این 5 سوال رو از خودت بپرسی. دقت کن. حالا دو تا فرمول یعنی 3 تا فرمول بسیار مهم داریم در مثلثات. اولین فرمول اینه: سینوس مجموع یا تفاضل دو کمان. مجموع یا تفاضل دو کمان. خیلی ساده است. فرمولش ساده است. میگیم سینوس اولی در کوسینوس دومی مثبت منفیه. یعنی اینجا منها مثبت منفیه. سینوس دومی در کوسینوس اولی. خیلی راحته. یعنی واقعا راحته ها. واقعا راحته به خاطر اینه که این اولی سینوس میشه، دومی میشه کوسینوس. اینجا مثبت منفی دقیقا برعکس اون. یعنی یه تقارن داره. با این تقارنه میتونی شما اینو راحت حفظ بکنی. خود این شاید خیلی مهم نباشه. خود این شاید خیلی 3 بار در کنکور مستقیم از این سوال دادن. نتایجش خیلی واسه ما مهمه. نتیجه اولیش اینه که شما بتا رو مساوی با آلفا بگیری. حالا اینجوری اصلا نگیم بهتر. شما فرض بکن من میخوام، فرض رو بر این بگیر، من میخوام سینوس دو آلفا رو حساب کنم. سینوس دو آلفا. خب من میتونم بنویسم سینوس آلفای به اضافه آلفا. آلفای به اضافه آلفا. خب خیلی ساده میشه سینوس آلفا کوسینوس آلفا به اضافه سینوس آلفا دوباره کوسینوس آلفا. خیلی ساده شد. میشه 2 تا سینوس آلفا کوسینوس آلفا. نتیجه‌ای که داشت اونه. نتیجه فوق العاده مهمیه. نتیجه فوق العاده مهمش به سینوس دو آلفا میشه 2 سینوس آلفا کوسینوس آلفا. خیلی این مهمه. یا به عبارتی میتونم از این یه نتیجه خیلی جالبتر بگیرم. اصلا بگیم سینوس آلفا مساویه با 2 سینوس آلفا دوم کوسینوس آلفا دوم. مگه نمیشه؟ بله که میشه. چرا نشه؟ مگه این نصف نشده؟ دو آلفا نبوده شده آلفا. آلفا هم میشونه بشه آلفا دوم آلفا دوم. اصطلاحاً به همین، حالا این دوتا فرقی با هم ندارن. حالا من به شکل مینویسم. به این میگن نصف کمان. به این میگن سینوس نصف کمان. تبدیل میکنیم به نصف کمان. بعد همیشه سینوس راحت‌تر خورد میشه به این. خیلی ساده. یعنی واقعا راحت. سینوس نصف کمان. به همین راحتی بهش میگیم سینوس نصف کمان. آلفا میشه 2 تا سینوس آلفا دوم کوسینوس آلفا دوم. تو رفع ابهام حدا استفاده میکنیم ازش. یا سینوس 2 آلفا میشه 2 سینوس آلفا کوسینوس آلفا. خیلی ساده است. فوق العاده ساده. دیگه چی میتونیم بگیم؟ دیگه اگر من مثلا این تو کنکور 93 و 94 و 92 اومده بود، من این پایینش می نویسم کنکور 93 و 94 و 92 اومده بود. یعنی طراح خوشش اومده از این، دوستش داره. سینوس 3 آلفا. اون بدبخت هایی که این فرمول رو بلد نبودند گند زدن به کنکورشون اون سال، رفت. نگاه کن
دقت کن آقا، این فرمول رو دارم، اون رو دارم، میخوام 3 آلفا رو حساب بکنم. 3 آلفا رو میخوام حساب بکنم. ببین به جای این می نویسم سینوس آلفای به اضافه 2 آلفا مساویه با سینوس آلفا کوسینوس 2 آلفا به اضافه سینوس 2 آلفا کوسینوس آلفا. خب اینجا الان در ادامه این من کوسینوس 2 آلفا رو نمیدونم، میشه سینوس آلفا کوسینوس 2 آلفا به اضافه به جای این رو می نویسم، میشه 2 سینوس آلفا کوسینوس 2 آلفا. یه دونه سینوس آلفا هم میتونم فاکتور بگیرم، میشه سینوس آلفا در کوسینوس 2 آلفا به اضافه 2 کوسینوس 2 آلفا. این کاریه که میکنم، ولی اما اینو نمیدونم چیه که اینو دست نمیزنم، این همینطوری بمونه تا بریم در مورد کوسینوس آلفای به اضافه بتا با هم صحبت بکنیم. امیدوارم که اینو یاد گرفته باشید، تو ذهنتون باید این بمونه ها. دیگه من اینو مجدد ننویسم، من اینو پاک میکنم. میریم سراغ کوسینوس آلفا مثبت منفی بتا. کوسینوس آلفا مثبت منفی بتا، ببینید اثبات های اینا رو نمی نویسم چون اثباتش هندسی حوصلتون سر میره. صفحه فکر کنم 75 کتاب ریاضی 3 بچه های تجربیه، اثبات اینو نوشته. 75 یا 25 یادم نیست دقیقا، 5 رو یادمه. اینو نوشته اثباتش رو، لزومی نداره یاد بگیر چون اثباتش هندسیه، ربطی به مثلثات نداره. میتونم براتون اثبات بکنم ولی ارزشی نداره به لحاظ کنکوری، ولی اثبات این فرمول ها ارزش داره چون خودش یک تمرینه، واسه مثلثات یک تمرینه. کوسینوس آلفا مثبت منفی بتا میشه کوسینوس آلفا کوسینوس بتا. کوسینوس کلا یه دونه نسبت استفاده میکنه یک جا توی ضرب، منفی مثبت، یعنی اگر اینجا مثبت بود اینجا منفی میشه، اینجا منفی بود اینجا مثبت میشه. منفی مثبت سینوس آلفا سینوس بتا. خب الان من اگر بخوام کوسینوس 2 آلفا رو حساب بکنم میتونم چیکار کنم؟ میتونم بگم که کوسینوس آلفای به اضافه آلفا، اینا خودش تمرینه. قبل از اینکه بخوایم مثال حل کنیم اگر با همینا تمرین بکنید فرمولا تو ذهنتون میمونه. خب میشه کوسینوس آلفا منهای سینوس آلفا. نتیجتا میشه کوسینوس 2 آلفا منهای سینوس 2 آلفا. یعنی کوسینوس 2 آلفا میشه اون، یعنی نگاه کن، یعنی کوسینوس 2 آلفا میشه کوسینوس 2 آلفا منهای سینوس 2 آلفا. من به جای سینوس 2 آلفا میتونم بذارم 1 منهای کوسینوس 2 آلفا، به جای این میتونم بذارم دیگه، حق این کار رو دارم که به جای این بذارم 1 منهای سینوس 2 آلفا. اگر به جای این بذارم 1 منهای سینوس 2 آلفا، ببخشید 1 منهای کوسینوس 2 آلفا، این منفی در این ضرب میشه با این جمع میشه، این منفی هم در این میمونه، میشه چی؟ میشه 2 تا کوسینوس 2 آلفای منهای 1. دیگه چی میشه؟ دیگه چی میتونه بشه؟ دیگه میتونه بشه
به جای کوسینوس 2 یا اصلا اینجا به جای کوسینوس 2 آلفا اینجا بذارم 1 منهای سینوس 2 میشه 1 منهای 2 سینوس 2 آلفا. میشه دیگه. تازه 2 تا نتیجه دیگه هم داره که حالا میگیم، بعد این میگیم نتایج بعد اینم میگیم. اما همین که کوسینوس 2 آلفا اینجا به دست اومد، من این فرمول رو ادامش رو می نویسم. خب من بهتره از یه چیزی استفاده بکنم که شامل سینوس باشه دیگه. اینا رو همه رو تبدیل بکنه به یه مدلی از سینوس. به جای کوسینوس 2 آلفا می نویسم 1 منهای 2 سینوس 2 آلفا. خب این چی بود؟ پشت سرش که یه دونه سینوس آلفا داشت. به جای کوسینوس 2 آلفا می نویسم 1 منهای 2 سینوس 2 آلفا. به جای کوسینوس 2 آلفا هم، به جای این هم می نویسم 1 منهای سینوس 2، یعنی یه 2 ضرب داره یک. به جای این می نویسم 1 منهای سینوس 2 آلفا. یه 2 ضرب میشه در اون، میشه به اضافه 2 منهای 2 سینوس 2 آلفا. با هم اینا رو جمع میزنم. این با این جمع بشه میشه منفی 4 سینوس 2 آلفا. 1 با 2 هم جمع بشه میشه 3. میشه سینوس آلفا در 3 منهای 4 سینوس 2 آلفا. به این میرسیم که در نهایت امر سینوس 3 آلفا رو به من میده 3 سینوس آلفا منهای 4 سینوس 3 آلفا. داشته باش این یه دونه 3 داره، اینم یه دونه 3 داره. اینجوری مثلا برای حفظ کردن من خودم این کارو کردم. این کوچیکه توانش کمتره، ضریب کوچیکتری داره. این توانش بیشتره، همین 3 پشت اینو داره بس خودش، ولی ضریبش گنده تره. من اینجوری حفظ کردم. حالا شما هم میتونید با طرق مختلفی حفظ بکنید این رو. پس ما از روی اون سینوس 2 آلفا که میشد 2 سینوس آلفا کوسینوس آلفا و این یعنی کوسینوس 2 آلفا به این نتیجه رسیدیم. من این پایین رو پاک میکنم، اینجا رو مجدد مینویسم، فقط حالا اثباتش تو ذهنتون بمونه که چجوری اثبات شد. اگر خودتون قبل از اینکه من این اثبات ها رو بنویسم یه بار اثبات بکنید و بعد این فیلم رو ببینید که خیلی عالی میشه. اگر هم نکردید ایرادی نداره، چون انقدر ما از این مثال حل میکنیم بیا تو ذهنتون جا میگیره. خب اینا رو داشتی؟ من اینم پاک کنم. اینا رو داشتی؟ بذار من مساویاشو قرمز بذارم. پس یه بار میشه کوسینوس 2 آلفا منهای سینوس 2 آلفا. یه بار میشه 2 کوسینوس 2 آلفا منهای 1. یه بارم میشه 1 منهای 2 سینوس 2 آلفا. قشنگ نگاش کن، تو ذهنت اینو جا بنداز، نیاز داریم به اینها. حالا نگاه کن عزیزم، گوش بده. ببین کوسینوس 2 آلفا هست 1 منهای 2 سینوس 2 آلفا. من این 1 رو میبرم این ور و تقسیم بر یه منفی 2 میکنم. نگاه کن، 1 رو میبرم این ور، یعنی میشه 1 منهای کوسینوس 2 آلفا دوم مساوی با سینوس 2 آلفا. نگاه کن، 1 رفت اون ور شد کوسینوس 2 آلفا منهای 1. خب تقسیم بر یه منفی 2 کردم که اون منفی میاد تو صورت تاثیر میکنه، میشه 1 منهای کوسینوس 2 آلفا تقسیم بر 2. این یه فرمول. یه دونه دیگه، کوسینوس 2 آلفا مساویه با کوسینوس 2 تا کوسینوس 2 آلفا منهای 1. خب حالا
منفی 1 رو میبرم اون ور، جمع میشه با این، میشه کوسینوس 2 آلفا به اضافه 1 تقسیم بر 2 که میشه مساوی با کوسینوس 2 آلفا. نگاه کن، این دوتا فرمول برای ما مهمن. اینا تو کجا خیلی به کار ما میان؟ تو انتگرال. یکی از لمهای انتگرال گیری ما هن. این برای بچه‌های تجربی احتمالیه. این دوتا فرمول برای بچه‌های تجربی احتمالیه که ما ازش این رو حاصل کردیم. اینجوری هم من حفظ کردم. ببین کلا کوسینوس اگه بخواد با سینوس کار بکنه یه منفی میده بهش. نگاه کن، این کوسینوس 2 آلفا خواسته با سینوس کار بکنه، این بدبخت رو اینجا منفی کرده و خودش مثبت میشه. اگر بخواد با سینوس کار بکنه، اینجا هم همینطوره. الان خواسته با سینوس کار بکنه، اینجا منفی داده بهش ولی به خودش مثبت داده. تو ذهنت باید باشه اینا که اینا رو با هم جمع بکنیم میبینیم میشه یک دیگه. سینوس 2 آلفا به اضافه کوسینوس 2 آلفا میشه یک. اینو باید حتما بلد باشید. این فرمول اصطلاحا به اینا میگن فرمول بی‌توان کننده. بی‌توان کننده بهشون میگن. بعضیا فرمول طلایی هم بهش میگن. فرمول های بی‌توان کننده یا فرمول های طلایی خیلی مهمن. خیلی مهمن. خیلی 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 مهمن اینا. یک منهای کوسینوس 2 آلفا دوم مساوی با سینوس 2 آلفا، یک به اضافه کوسینوس 2 آلفا تقسیم بر 2 مساوی با کوسینوس 2 آلفا. خیلی مهمه. حالا نگاه کن. اگر اینا رو تقسیم بر هم بکنی، بهت چی میده؟ میده تانجانت 2 آلفا مساوی با یک منهای کوسینوس 2 آلفا تقسیم بر یک منهای کوسینوس 2 آلفا. چیز سخت حفظی هم نداره، خیلی راحته. مثلا میتونید از همین این تازه یه نتایج خیلی شیکتری هم بگیرید. نگاه کن، به جای این کوسینوس 2 آلفا میذارم چی؟ یه چیزی که این یک رو به این ببره. کدوم این دوتا اون یک رو به این میبره؟ این دیگه. اینو بذارم اون یک رو از بین میبره. یعنی برای اثباتش اگه بخواید انجام بدید، یک به اضافه کوسینوس 2 آلفا رو هم چی بذارم که این یک رو از بین ببره؟ به جاش این رو بذارم یک رو از بین میبره که بالا میشه 2 تا سینوس 2 آلفا، پایین میشه 2 تا کوسینوس 2 آلفا که بهمون همین رو میده. خیلی راحته. یعنی در کل چیز راحتیه و راحت شما میتونید ازش استفاده بکنید. یعنی این رو به عنوان البته فرمول نمیشناسیم ما. این رو به عنوان فرمول نمیشناسیم. ولی ما بقیه رو به عنوان فرمول میشناسیم. خب من پاک میکنم اینا رو. میریم این دوتا فرمول رو حتما حفظ باشید. مجدد باز مینویسمشون. پاکشون میکنم. میخوام الان دوباره یه اثبات دیگه بنویسیم اینجا. یه اثبات دیگه بنویسیم که اینا تو ذهنتون خوب جا بگیره. مجدد آخر سر که اینجا اینا تموم شد دوباره اینا رو مینویسم. الان من میخوام کوسینوس 3 آلفا رو حساب بکنم. کوسینوس 3 آلفا رو میخوام حساب بکنم. میشه کوسینوس آلفای به اضافه 2 آلفا. خب میشه کوسینوس آلفا کوسینوس 2 آلفا منهای سینوس آلفا سینوس 2 آلفا. حالا میام چیکار میکنم در ادامه؟ به جای کوسینوس 2 آلفا ببین یه چیزی می نویسم که همش کوسینوسی باشه. الان من به جای سینوس 2 آلفا میتونم بنویسم 2 سینوس آلفا کوسینوس آلفا دیگه. به جای این هم می نویسم یک منها 2 کوسینوس 2 آلفا منهای 1. پس میشه چی؟ این اولی میشه کوسینوس آلفا 2 کوسینوس آلفا منهای 2 کوسینوس 2 آلفا منهای 1 منهای این منهای نمیفته. خط پایینش می‌نویسم.
خط پایینیش می نویسم. نگاه کن اینجا الان کوسینوس آلفا، کوسینوس 2 آلفا میشه کوسینوس آلفا 2 کوسینوس 2 آلفای منهای 1 منهای سینوس آلفا در 2 سینوس آلفا کوسینوس آلفا. ضرب رو انجام میدم. این میشه 2 تا کوسینوس 3 آلفا 2 کوسینوس 3 آلفا منهای کوسینوس آلفا. این میشه منهای 2 سینوس 2 آلفا کوسینوس آلفا. به جای سینوس 2 آلفا می نویسم 1 منهای کوسینوس آلفا. گفتیم همه رو شبیه کوسینوس میکنیم. به جای سینوس 2 آلفا می نویسم 1 منهای کوسینوس 2 آلفا. خب چیزایی که دارم هست 2 کوسینوس 3 آلفا منهای کوسینوس آلفا منهای 2 در 1 منهای کوسینوس آلفا به توان 1 منهای کوسینوس 2 آلفا در کوسینوس آلفا. دوباره ضرب رو انجام میدم. 2 تا کوسینوس 3 آلفا منهای کوسینوس آلفا که داشتیم اینا رو منهای چی شد؟ ببخشید اینجا یه چیزو نداشتم. اون کوسینوس 2 تا اینجا کوسینوس آلفا نذاشته بودم. منهای 2 کوسینوس آلفا منهای 2 کوسینوس آلفا در منها میشه به اضافه 2 کوسینوس 3 آلفا. نتیجتا کوسینوس 3 آلفا برابر شد با 4 کوسینوس 3 آلفای منهای 3 کوسینوس آلفا. سینوس 3 آلفا شده بود چی؟ سینوس 3 آلفا شده بود چی؟ سینوس 3 آلفا شده بود 3 سینوس آلفای منهای 4 سینوس 3 آلفا. شبیه همن اینا، تقارن دارن. نگاه کن این کوسینوس 3 آلفا، ببین همشون این بر حسب سینوس خودش سینوسه، اینم بر حسب کوسینوس خودش کوسینوسه. این 4 تا کوسینوس 3 آلفا داره، اینم 4 تا سینوس 3 آلفا داره، ولی توی سینوس منفی ان، توی کوسینوس مثبته. خب اینو اول اثبات کردیم. این 3 تا سینوس آلفا داره، این منهای 3 کوسینوس آلفا داره. یعنی با همین تقارن میشه اینا رو تو ذهن نگه داشت. همشون وسطشون منفی داره. دوتاشون وسطشون منفی داره. این سینوس منفیش واسه کوسینوس منفیش واسه کوسینوسه، سینوس منفیش واسه سینوسه. تو ذهن میشه اینا رو راحت سپرد. حالا این دوتا فرمول هم داشته باشید. همه اینا رو بعداً جلوتر مجدد می نویسم. ما اینا رو پاک کنیم. نمیخواد الان چیزی بنویسی عزیزم، ننویس چیزی. دقت کن، من همه رو توضیح دادم. آخر سر مجدد همه رو از اول تا آخر می نویسم. نور رو زیاد می کنید یه مقدار. بریم حالا سراغ فرمول بعدیمون. فرمول بعدیمون که تانجانت آلفاست. در مورد تانجانت آلفا مثبت منفی بتاست. خب تانجانت آلفا مثبت منفی بتا هست. الان یه نتیجه خیلی مهم داره. تانجانت آلفا مثبت منفی تانجانت بتا بر روی 1 منها مثبت تانجانت آلفا تانجانت بتا. یادتون هستش که من گفتم شیب خط بود دلتا ایگرگ به دلتا ایکس.
تانجانت هم همینه، تانجانت هم هست، تانجانت هم هست، همین دقیقا تانجانت هم y به x، یعنی همون m. الان دوتا خط اگر داشته باشم، ببینید شیب خط، در واقع شیب این خط مثلا y مساوی با mx به اضافه h باشه، شیب این خط این در واقع تانجانت زاویه‌ایه که این با محور افق میسازه، تانجانت زاویه‌ایه که این با محور افق میسازه، چون دقیقاً تانجانت دلتا ایگرگ به دلتا ایکسه و شیب هم دلتا ایگرگ به دلتا ایکسه. خط هم این ضریبی که این پشتش قرار میگیره به عنوان شیب ما اعلام میکنیم، اما میتونه تانجانت زاویه آلفا که با این تشکیل میده هم باشه. تانجانت آلفا که آلفا زاویه‌ایه که خط با محور افق دست جهت مثلثاتی تشکیل میده باشه. حالا یه خط دیگه هم من اینجا میکشم، بتا، میذارم زاویه بتا. خب مثلا هستش y مثلا اندیس، این اندیس صفر، خب این اندیس یک، این ام پریم x به اضافه هاش پریمه که حالا نگاه کن این ام پریم هم تانجانت زاویه بتا هستش، یعنی در واقع درسته که ضریب اینه ضریب ایکسه، اما بیاریش بیرون بذاریش کنار برابر با تانجانت بتا هم هست. چرا؟ چون باز میگم دلتا ایگرگ به دلتا ایکسه، تانجانت بتا هم دقیقا دلتا ایگرگ به دلتا ایکس دیگه، چون ما داشتیم که x به r سینوس و ببخشید y به r سینوس دایره مثلثاتی. این مگه سینوس نبود؟ این مگه کوسینوس نبود؟ x به r هم بود کوسینوس و y به x میشد تانجانت، y به x میشد تانجانت. این هم همونه، همون شیب خطه. الان نگاه کن، من اگر زاویه بین این دو خط رو بخوام، یعنی زاویه بین این دو خط میشه این زاویه دیگه، زاویه بین این دو خط میشه چی؟ بتای منهای آلفا. زاویه بین این دو خط میشه بتای منهای آلفا. من اینجا رو پاک کنم. اگر از ما بخوان که زاویه بین دو خط رو براشون حساب بکنیم، چطوری باید حساب بکنیم؟ یا بگه شیب زاویه بین دو خط رو چگونه حساب بکنیم؟ خب ببین، من که نمیتونم بیام نقاله بردارم اینو اندازه گیری بکنم. این دوتا زاویه هم خود زاویه ها رو ندارم. فرضاً دوتا خط بهم داده. یکیش مثلا هستش y مساوی با 2x، یکیش از y مساوی با منفی 3x. میگه زاویه بین این دو خط رو واسه من حساب کن، یا میگه تانجانت زاویه بین این دو خط رو واسه من حساب کن. خب من باید این زاویه رو حساب بکنم. این زاویه اگر بخوام با این پیش برم، در واقع ام پریم تانجانت بتا بود، ام تانجانت آلفا بود. نگاه کن، من بر اساس همین فرمول می نویسم. تانجانت آلفای به اضافه بتا میشه، ببخشید تانجانت آلفا منهای بتا، تانجانت آلفا منهای بتا میشه تانجانت آلفا منهای تانجانت بتا بر روی یک به اضافه تانجانت آلفا تانجانت بتا. اما خب من نمیدونم بتای منهای آلفا یا آلفای منهای بتا. قدر مطلق میذارم دور جفتش قدر مطلق میذارم. الان زاویه بین دو خط تانجانت
مثلا بذاریم اینو گاما. تانجانت گاما هست قدر مطلق m منهای m پریم بر روی 1 به اضافه m. قدر مطلق کلا باید بذاریم دیگه. قدر مطلق این کسر 1 به اضافه m پریم. یعنی اگر بگه آقا تانجانت زاویه بین این دو خط رو حساب بکن، من چون اونطوری حساب کردم جایگذاری کردم و به این رسیدم. این الان فرمول زاویه بین فرمول تانجانت زاویه بین دو خط که حالا مثلا با ماشین حساب حالا کلا حساب بخواید بکنید زاویه بین دو خط رو میتونید در این حساب بکنید که تو کنکور 2 بار اومده تو مشتق گفته بود زاویه بین دو خط مماس رو حساب بکنید. تو مشتق اومده بود که از این فرموله و این فرمول از این اومده به اینجا. زاویه بین دو خط اینجا بوده و به این شکل حساب شده. الان بگه زاویه بین این دو خط رو تانجانت زاویه بین اون دو خط رو حساب بکنم، اگه به من این رو بگه، خب من میگم قدر مطلق 2 منهای 3 منهای 3 بر روی 1 به اضافه 1 به اضافه m پریم. m پریم میشه چقدر؟ m پریم میشه منفی 6 مساویه با بالا 5 پایین هم منفی 5 در کل میشه 1. تانجانت چه زاویه‌ای؟ 1 45 درجه. الان زاویه بین این دو خط 45 درجه است با توجه به این فرمول. این فرمول رو آسمون نیامده، از روی این حساب شده. بسیار خوب. یه نتیجه دیگه همین داره، اون رو هم باید یاد بگیرید. خیلی مهمه واسه ما، یعنی خیلی مهمه. در بین تمامی این فرمول هایی که گفتیم از نتایج بسیار مهمیه که تانجانت آلفا داره. تانجانت دو آلفاه. تانجانت آلفای به اضافه آلفا میگیریش میشه تانجانت آلفا به اضافه تانجانت آلفا بر روی 1 منهای تانجانت آلفا. تانجانت آلفا بالا میشه 2 تانجانت آلفا، پایین میشه 1 منهای تانجانت 2 آلفا، که این گفت چی؟ تانجانت 2 آلفا میشه این مقدار تانجانت 2 آلفا است که ما میتونیم حساب بکنیم. خب الان ما یه تعداد فرمول رو گفتیم، حالا یه دوره روشون براتون انجام میدم که همه رو تو ذهنتون خوب بسپرید. همه فرمول ها رو مجدد یک بار دیگه می نویسم که خوب تو ذهنتون بسپرید که ادامش رو براتون توضیح بدم. خوب فرمول ها رو دوباره می نویسم. اولیش بود سینوس آلفا مثبت منفی بتا، این میشه سینوس آلفا کوسینوس بتا مثبت منفی سینوس بتا کوسینوس آلفا. بعدی کوسینوس آلفا مثبت منفی بتاست، میشه کوسینوس آلفا کوسینوس بتا منفی مثبت سینوس آلفا سینوس بتا. بعدی فرمول اصلی ها رو اول دارم می‌نویسم. تانجانت آلفا مثبت منفی بتاست، میشه تانجانت آلفا مثبت منفی تانجانت بتا 1 منها مثبت
تانجانت آلفا تانجانت بتا. این سه تا فرمول اصلی هستن، اینها اصلی هستن. حالا نتایجی که اولی داشتش، نتایجی که فرمول اول داشت و فرمول، حالا اینجوری بنویسیم بهتره. سینوس دو آلفا هست دو سینوس آلفا کوسینوس آلفا. کوسینوس دو آلفا هست، کوسینوس دو آلفا هست چند تا فرمول داشت. یکیش بود کوسینوس دوی آلفا منهای سینوس دوی آلفا. یکیش بود من اینجا می نویسم خط پایینی، دو تا کوسینوس دوی آلفا منهای یک. یکیش هم بود یک منهای دو سینوس دوی آلفا مساوی اینه. خب اینا در واقع مساوی پشتش رو اینجوری بذارم، یعنی که اینا مساوی هم هستن. دیگه چی داشتیم؟ دیگه نتایج این بود. دو تا نتیجه داشت، گفتیم اسمش فرمول های بی‌توان کننده یا فرمول های طلاییه که میشن چیا؟ میشه یکیش بود واسه سینوس دوی آلفا، این رو بی‌توان میکرد. یکیش هم بود واسه کوسینوس دوی آلفا، این رو بی‌توان میکرد. بی‌توان این میشه یک منهای کوسینوس کوسینوس دو آلفا دوم. این یکی میشه یک به اضافه کوسینوس دو آلفا دوم. این دوتا به این شکل میشه. باید اینو حتما بلد باشید، خیلی مهمه. این بهش میگم فرمول های بی‌توان کننده. بعد آرزشم خدمتتون که دیگه داشتیم این رو داشتیم. بعدیش یه دونه سینوس 3 آلفا داشتیم، یه دونه هم کوسینوس 3 آلفا داشتیم، یه دونه هم کوسینوس 3 آلفا داشتیم. سینوس 3 آلفا بود 3 تا سینوس آلفا منهای 4 سینوس 3 آلفا. اما کوسینوس بود 4 کوسینوس 3 آلفا منهای 3 کوسینوس آلفا. این از این فرمول ها. بعد فرمول بعدی که داشتیم زاویه بین دو خط رو گفتم خدمتتون. و دیگه فرمول های دیگه ای که مهمه، تانجانت دو آلفا، اینجا به خط بکشم، تانجانت دو آلفا هست دو تانجانت آلفا بر روی یک منهای تانجانت دوی آلفا بر روی یک منهای تانجانت به توان دوی آلفا. دیگه گفتیم بین دو خط y مساوی با m x به اضافه h و y مساوی با m پریم x به اضافه h پریم، تانجانت زاویه بینشون که گفتیم گاما میگیریم میشه قدر مطلق m منهای m پریم بر روی یک به اضافه m پریم. زاویه بین این دو خط تانجانتش رو به ما میده. فرمول هایی هم که تا اینجا گفتیم دیگه، چند تا فرمول هم اول گفتیم که اونا رو تو جلسه اول مثلثات هم گفته بودیم، دیگه لزومی نداره اینجا بنویسیم. اینا فرمول هایی هستن که از دوم دبیرستان به بعد میخونید. اونا فرمول های اول دبیرستان بودن. خیلی مهمن اینا، خیلی 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 مهمن. یعنی کامل میشه با اینا بازی کرد، قشنگ میتونن باهاش شما رو به هم بریزن. راحت میتونن باهاش شما رو به هم بریزن. حالا چرا کوتانجانت آلفا، کوتانجانت مثبت منفی بتا رو میگیم؟ چون نیازی نداریم، کافیه همین رو معکوس کنید به اون میرسیم. یعنی نیازی پیدا نمی کنیم بهش.
بخوایم اون رو هم بنویسیم. تا اینجا رو که خوب، امیدوارم که این فرمول ها رو خوب یاد گرفته باشید. این فرمول ها خیلی مهمن، بی اندازه مهمن. علل خصوص گفتم اینها خیلی مهمن، یعنی این فرمول ها از خود مثلثات مهمتر هستن، واقعا خیلی مهمن. باید حتما اینا رو یاد بگیرید. بسیار خوب، میریم سراغ قسمت بعدی. اینا رو تو ذهنتون بسپرید، قشنگ اینا رو تو ذهنتون نگه دارید تا من مابقی رو توی قسمت بعدی براتون توضیح بدم، یعنی یک سری تمرین و مثال. حالا یه چند تا تمرین و یه چند تا مثال براتون بیشتر حل میکنم تا قشنگ قضیه جا بیفته. اینا هم حالت تمرین داره. تانجانت آلفا به اضافه کوتانجانت آلفا. خب تانجانت رو می نویسم سینوس آلفا بر روی کوسینوس آلفا. کوتانجانت رو می نویسم کوسینوس آلفا بر روی سینوس آلفا. مخرج مشترک اگر بگیرم، مخرج مشترکشون میشه چی؟ میشه سینوس آلفا کوسینوس آلفا، بالا میشه سینوس 2 آلفا به اضافه کوسینوس 2 آلفا، بالا میشه اون پایین میشه. بالا که میشه 1، بالا که مساویه با 1. پایین چی؟ مگر ما نداشتیم سینوس 2 آلفا مساویست با 2 سینوس آلفا کوسینوس آلفا؟ پس سینوس آلفا کوسینوس آلفا هم هستش 1/2 سینوس 2 آلفا دیگه. پایین رو من میتونم بنویسم 1/2 سینوس 2 آلفا، 1/2 سینوس 2 آلفا. این 2 میاد تو صورت، میشه 2 بر روی سینوس 2 آلفا. اینا بازی کردن با این فرمول هاست. بازی کردن با فرمول ها خیلی مفیده. این یه دونه. بعدی کوتانجانت آلفا منهای تانجانت آلفا. این چی؟ این هم به همون شکل میشه کوسینوس، ببخشید، میشه سینوس آلفا بر روی کوتانجانت، میشه کوتانجانت آلفا، میشه کوتانجانت آلفا بر روی، میگم چرا کوتانجانت، خسته این باطی میکنیم، میشه کوسینوس آلفا بر روی سینوس آلفا. تانجانت چی؟ میشه تانجانت آلفا، میشه سینوس آلفا بر روی کوسینوس آلفا، میشه سینوس آلفا بر روی کوسینوس آلفا. مجدد مخرج مشترک میگیرم، مخرج مشترک بگیرم، پایین میشه سینوس آلفا کوسینوس آلفا کوسینوس آلفا، بالا میشه کوسینوس 2 آلفا منهای سینوس 2 آلفا. خب همونطور مثل مثال قبلی پایین می نویسم، پایین رو می نویسم 1/2 سینوس 2 آلفا، بالا هست کوسینوس 2 آلفا منهای سینوس 2 آلفا. این دقیقا فرمولمونه دیگه، فرمول کوسینوس 2 آلفا بود، کوسینوس 2 آلفا منهای سینوس 2 آلفا. به جای این هم می نویسم کوسینوس 2 آلفا. نتیجتا کوتانجانت آلفای منهای تانجانت آلفا، نتیجتا این به هم میده 2 تا کوتانجانت 2 آلفا. این سراسری ریاضی 89 سوال انتگرال بود. سوال انتگرال سال 89 بود که توی امتحان نهایی 78 پیش دانشگاهی بودش که اونجا راحت میشد حدسش زد. پس این هم از این هم به عنوان یک مثال از این فرمول ریاضی.
دیگه چی؟ دیگه چی کار میتونیم بکنیم؟ اختر رو پاک میکنیم مجدد. مثال بسیار زیاد هستش برای حل کردن که خود هر کدوم این مثال ها میتونن هر کدومشون یک فرمول باشن واسه خودشون. مثلا یه دونه از فرمول هایی که خیلی جالبه دونستنش، یعنی اینه که بدونید خیلی جالبه، الان براتون می نویسم دیگه. مثلا یکی از فرمول هایی که داریم اینه: سینوس 3 آلفا به اضافه کوسینوس 3 آلفا. این یکی دیگه از فرمول هامونه. خب این رو میتونیم به چه صورتی بنویسیم؟ نه این جالبی نیست، بذار فرمول قشنگتر و بهتر. ببین چیزی که میاد تو کنکور رو دارم میگم ها، این 100 دفعه تو کنکور اومده. این کوسینوس 4 آلفا منهای سینوس 4 آلفا اتحاد مزدوج میگیرم، میشه سینوس 2 آلفا به اضافه کوسینوس 2 آلفا، یا مثلا چون میخوایم به ترتیب باشه بگیم کوسینوس 2 آلفا سینوس 2 آلفا در کوسینوس 2 آلفای منهای سینوس 2 آلفا. خب این که هست مقدارش 1، اون هم که هست، این هم که میشناسیم هست کوسینوس 2 آلفا. خیلی راحت شد، خیلی راحت شد. حالا یه مثال دیگه: کوسینوس 6 آلفا منهای سینوس 6 آلفا. این چی؟ این رو میتونم بنویسم کوسینوس به توان 2 به توان 3 منهای سینوس به توان 2 به توان 3. میشه کوسینوس آلفا، کوسینوس 2 آلفا منهای سینوس 2 آلفا اتحاد چاق و لاغره دیگه، در هر کدوم اینا به تنهایی به توان 2، یعنی میشه سینوس 4 آلفا به اضافه کوسینوس 4 آلفا منهاست بینشون، پس اونجا باید به اضافه بشه، به اضافه سینوس آلفا، سینوس 2 آلفا کوسینوس 2 آلفا. این رو میشناسم، این هستش کوسینوس 2 آلفا. این رو میتونم بنویسم، اون رو میتونم بنویسم یه دونه کافیه به این چیز اضافه کنم، از اینا اضافه بکنم، به این صورت در میاد. میشه سینوس 2 آلفا به اضافه، ببخشید آره دیگه سینوس 2 مربع کاملش در واقع میکنم، سینوس 2 آلفا به اضافه کوسینوس 2 آلفا به توان 2 به توان 2. به جاش باید اینجا بذارم منهای، چون در واقع اینجا من یه دونه 2 سینوس 2 آلفا کوسینوس 2 آلفا اضافه و یه دونه 2 سینوس 2 آلفا کوسینوس 2 آلفا کم کردم. وقتی اضافه کردم، وقتی به این یه تیکه اینو اضافه کردم، یه دونه اونجا منهای، پس اون میمونه اینجا منهای 3 سینوس 2 آلفا کوسینوس 2 آلفا. این که یکه، پس این میشه کوسینوس 2 آلفا در 1 منهای، به جای سینوس آلفا کوسینوس آلفا میذارم 1/4 سینوس 2 آلفا، یعنی میشه منهای 3/4 سینوس 2 آلفا. چقدر قشنگ به یه چیزی رسیدیم همینطوری. خیلی
میگم بازی با فرمول ها خیلی میتونه جالب کنه کار رو. حتی یکم مثلا میتونیم قشنگترش بکنیم. این رو بذارم اینجا بمونه، این رو، بعد این یکی با اون جمع بشه. یه لحظه اجازه بدید، یه اشتباهی کردم مثل این که، بله اینجا اشتباه کردم. اینجا این فقط همین میمونه. چرا؟ چون این منها این که میمونه با این جمع میشه. اما متوجه شدید چه اشتباه این بود که اینجا من این رو به اضافه این کردم، منفی 2 سینوس 2 کوسینوس 2 آلفا با این جمع بشه میشه منفی سینوس 2 کوسینوس 2. دیگه اون 3 اشتباه بود. حالا میتونیم به جای این از این استفاده بکنیم. یعنی این رو بدیم به این، نگاه کن، میشه کوسینوس 2 آلفا در سینوس 2 آلفای منهای کوسینوس 2 آلفا به توان 2 منهای میگم منها به اضافه 3 سینوس 2 آلفا کوسینوس 2 آلفا. ببینید اینا تمرینه ها، اینا تمرینه. خب این که فرقی نمیکنه چه باشه کوسینوس 2 آلفا منهای سینوس 2 چه باشه سینوس 2 آلفا منهای کوسینوس 2، چون توان 2 داره. جای اینا میتونه عوض بشه، هیچ تفاوتی ایجاد نمیشه. به جای این میتونم بنویسم کوسینوس 2 آلفا. پس اینجا میشه کوسینوس 2 آلفا در کوسینوس 2 آلفا به توان 2 به اضافه 3/4 سینوس 2، اینم دیگه 3/4 نیست دیگه، اینم 1/4 به اضافه 3/4 سینوس 2 آلفا. بازی با فرمول هاست، بازی با اتحاد هاست. حفظی نیست اینها، این فرمول نیست بخوای حفظ کنی ها. این در واقع تمرینه، اینه که شما بتونی از فرمول ها استفاده بکنی تا روشون رو کم بکنی. باز تکرار میکنم، فرمول های بی توان کننده رو حتما حفظ باشید. حتما حفظ باشید که بعدا ضرر میکنید. بسیار خوب. چیز خاص دیگه ای تو فرمول ها وجود نداره. هر چی باشه راحت قابل ساده کردنه و تو حل مثال ها خواهید دید که چقدر ساده است. این فرمول ها بود. حالا میریم سراغ معکوس نسبت های مثلثاتی و اونجا براتون مفصل معکوس نسبت های مثلثاتی رو توضیح میدم. بسیار خوب. حالا توی این بخش براتون توابع معکوس مثلثاتی، حالا چون تابع رو نخوندیم نسبت‌های معکوس مثلثاتی رو توضیح میدم. ببینید وقتی شما میگی که مثلا سینوس پیشیشم برابر با 1/2، میتونی بعضی وقتا هم بگی که آقا سینوس چه زاویه‌ای هست که شده 1/2. میتونی بگی که چه کمانی است که سینوسش رادیکال 3/2. میتونی بگی دیگه چه کمانی است، کمان سینوس رادیکال 3/2 چه کمانی است که سینوسش رادیکال 3/2. یا آرک سینوس رادیکال 3/2. آرک یعنی کمان، آرک یعنی کمان، آرت یعنی هنر، آرک یعنی کمان. آرک سینوس رادیکال 3/2 توی کشورهای کمونیستی مثل روسیه و چین، اگه ماشین حساب آمریکایی داشته باشید هرگز شما چنین چیزی نمیبینی، سینوس -1. آرک سینوس میبینی ماشین حسابتون اگه آمریکایی باشه. ماشین حسابهای کاسیو 2 مدل دارن که بعضیاشون به صورت سینوس -1 مینویسه، بعضیشون هم به صورت آرک سینوس مینویسه. اما مثلا ماشین حسابی مثل وستینگ هاوس یا ماشین حسابای مایکروسافت یا معروف ترین ماشین حسابی که ما داریم ماشین حسابای
IBM که آمریکایی هستن همگی اونها به صورت آرکسینوس می نویسن. اما ماشین حساب‌های چینی و ماشین حساب‌های روسی به صورت سینوس به توان منفی 1 می نویسن. بعد اینطوری می نویسن چون که با سینوس به توان منفی 1 اشتباه میشه. اما چون شما مثلا میگی سینوس 2 x اینطوری میذاری دیگه، سینوس منفی 1 x رو تقریبا بالای n مینویسی منفی 1 رو. یه فرق کوچولو دادن ولی با این حال باز هم غلط انداز هستش این موضوع. حالا من پاکش میکنم. میگن سینوس منفی 1 رادیکال 3 چی میشه؟ یعنی چه زاویه ای بوده که سینوسش شده این رادیکال 3 رادیکال 3 ها، رادیکال 3 پی 3 بوده که این اتفاق واسش افتاده. میگن کوسینوس منفی 1 رادیکال 3 چیه؟ یعنی چه زاویه ای بوده که کوسینوسش شده رادیکال 3. میگیم پی 6 این اتفاق واسش افتاده. چه زاویه ای بوده که تانجانتش شده 1 پی 4 بوده که این اتفاق افتاده. چه زاویه ای بوده که کوتانجانتش شده رادیکال 3 کوتانجانتش شده رادیکال 3 پی 3 پی 6 نوشتم. پی 3 این اتفاق واسش میفته چون تانجانت پی 3 چقدره؟ تانجانت پی 3 میشه رادیکال 3 تقسیم بر 1 میشه رادیکال 3. معکوس تانجانتش میشه 1 بر روی رادیکال 3 یا رادیکال 3 که میشه. پس کوتانجانت منفی 1 رادیکال 3 هم میشه این. گفتم معکوس تانجانتش، منظورم که تو کسر معکوس بکنید، منظورم این نبود. به خاطر همین یک همین نامگذاری ها واقعیت اینه که مشکل دارن. کتاب مارون رو اگه نگاه کنید کتاب خیلی خوبیه در این رابطه و نگفته توابع معکوس یا نگفته نسبت های معکوس، اسم معکوس رو استفاده نکرده و تحت عنوان کمان سینوس، کمان کوسینوس، کمان تانجانت و کمان کوتانجانت استفاده کرده. در واقع این منفی 1 رو خونده کمان کوسینوس رادیکال 3. کمان کوسینوس رادیکال 3 پی 6، کمان تانجانت 1 پی 4، کمان کوتانجانت رادیکال 3 پی 3. حالا یه موضوع دیگه که خیلی مهمه، همینطوری هم از سال 92 توی کنکور ازش سوال داده میشه، که همون سینوس 3 آلفایی که خدمتتون گفتم، خیلی جالبه بدونید که استخراج از همینا شده و ازش استفاده کردن تو کنکورها. نگاه کن، میگه کوسینوس منفی 1 رادیکال 3 پی 6. اگر من این رو بنویسم کوسینوس منفی 1 حالا نگاه کن، کوسینوس منفی 1 کوسینوس اینجا اگه باشه، ببین الان پی 6 کوسینوسش چی میشه؟ کوسینوس پی 6 چیه؟ کوسینوس پی 6 هستش رادیکال 3. اینجا چی؟ تانجانت منفی 1 شده پی 4. تانجانت پی 4 هستش، دارم اینا رو می نویسم الان با یه چیزی رو بفهمیم. پی 4 هستش 1. این چطور؟ کوتانجانت پی 3 هستش، رادیکال 3. اینایی که الان اینجا نوشتیم یه علتی داره نوشتم، به خاطر اینکه بهتون اینو بفهمونم، به خاطر اینکه اینو بفهمید که اگر من از این نگاه کن، از این من کات خارج میشم، اگر من از این کوتانجانت بگیرم، در واقع کل این شده یک کمان دیگه، کل این شده یک کمان دیگه، کل این شده کمان پی 6، کل این شده کمان پی 4، کل این شده کمان پی 3.
از این کمان که شده مثلا پیشیشم من کوسینوس بگیرم دوباره همین رو بهم میده. از این کمان که شده پی چهارم من از کل این یه دونه تانجانت بگیرم دوباره بهم میده 1 رو. از کل این که شده پی سوم من یه کوتانجانت بگیرم بهم میده دوباره همین رادیکال 3 سوم. یعنی در واقع حالا تو بحث تابع مفصل توضیح میدیم که f او f منفی 1 و f منفی 1 او f میشن x. اینجا سینوس منفی 1 سینوس x میشه x. همچنین سینوس منفی 1 هم میشه x. کوسینوس منفی 1 کوسینوس x هم میشه x و کوسینوس منفی 1 x هم میشه x. یا ما نمیگیم دیگه منفی 1 میگیم آرک، یا آرک سینوس x میشه x. سینوس آرک سینوس x هم میشه x. آرک سینوس کوسینوس x هم میشه x. کوسینوس آرک سینوس x هم میشه x. آرک تانجانت x میشه x. تانجانت آرک تانجانت x هم میشه x. کوتانجانت آرک کوتانجانت x هم میشه x و کوتانجانت آرک تانجانت x هم میشه x. این یه چیز ثابته، یه چیزیه که تغییر نمیکنه در بین این همه. در بین اینها این موضوع تغییر نمیکنه و یک چیز ثابته. خب از این چطوری سوال میدن؟ سوال دادن به چه صورت؟ ببین سوال میدن، من پاک کنم تخته رو. حالا اینکه اینا قصه های مختلف دارن که البته بحثای قدیم تو کتاب درسی ها بودش قبل سال 85 دیگه الان حذف شدن. بعد چون قبل سال 91 قبل سال 89 که کتاب درسی دوم دبیرستان عوض نشده بود اینا رو با آرک نشون میدادن. الان دیگه به صورت سینوس منفی 1 نشون میدن. ببین سوال میده میگه که مثلا سینوس 2 آرک کوسینوس x سینوس 2 آرک کوسینوس x برابر با فرضاً 1/4. میگه x رو به دست بیارید. x چقدره؟ خب اینجا من میام چیکار میکنم؟ من که نمیتونم سینوس آرک کوسینوس رو حساب بکنم، اما من این رو میتونم تبدیل کنم. چطوری؟ بلدم. 1/منهای کوسینوس 2 آرک کوسینوس x. این دیگه قابل تبدیله دیگه. حالا درست شد. حالا میشه چی؟ میشه 1/منهای x2 مساویه با 1/4 که خب اینو میبرم اون ور، x رو میبرم اون ور، 1/4 رو میارم این ور، 1/منهای 1/4 میشه 3/4. در نتیجه x مساوی میشه با مثبت منفی رادیکال 3/2. اینطوری سوال میدن. حالا جور دیگه ای هم اگه بخوان سوال بدن، فرض مثال سوالی که داده بودن خیلی سوال واقعا سختی بود. اون سال داده بودن واقعا سخت بود. اینو داده بودن کوسینوس، یعنی بچه ها چون حفظ نیستن کوسینوس منفی 1 اینو نداده بودن. نه آره دیگه کوسینوس منفی 1 کوسینوس 3 آلفا. درسته؟ نه غلط. این نبود، این بود. کوسینوس 3 تا کوسینوس منفی 1 x. این رو داده بودن. خب اینجا باید چی کار کرد؟ من که نخوندم کوسینوس 3 تای این چیه. من میدونم کوسینوس آرک کوسینوس x میشه خود x، اما
کوسینوس 3 تا آرک کوسینوس x رو دیگه نمیدونم چیه. اینجا باید چی کار بکنم؟ اینجا کاری که میتونم بکنم اون فرمول کوسینوس 3 آلفا باید تو ذهن من بسته شده باشه، باید تو ذهن من باشه که بتونم این رو به راحتی پاسخ بدم، این رو به راحتی جواب بدم و سریع به جواب برسونم. ببین کوسینوس 3 آلفا بود چی؟ کوسینوس 3 آلفا بود 4 کوسینوس 3 آلفای منهای 3 کوسینوس آلفا. این بود. خب من بخوام این رو تبدیل بکنم، اگر اشتباه نکنم حتی x رو فکر کنم داده بود، x رو داده بود، اگه اشتباه نکنم x رو یه مقداری داده بود، مقدار x رو داده بود، فکر کنم داده بود، فکر کنم داده بود 3 یا 1 بر روی رادیکال 3 فکر کنم داده بود اگه اشتباه نکنم. حالا مهم نیست چقدر بود، هرچی بشه در آخر ما میگیم چقدر دیگه. مقدار x رو هم داده بود، گفته بود بگید این چقدر میشه. خب مطمئنا من نمیتونم به این راحتی ها اینو حساب بکنم. نه مقدار x رو فکر نمی‌کنم داده بود، یادم نیست اصلا چه جوری بود سوالش چون حفظ نیستم، ولی تو میز طراح 93 نگاه بکنید فکر کنم باشه اون تو. این رو چیکارش باید بکنم؟ ببین باید این رو بگیرم آلفا، مثل اون الان نگاه کن، این رو میگیرم آلفا، یعنی آلفا رو میگیرم کوسینوس منفی 1 x. حالا دیگه میتونم این کار رو انجام بدم، کافیه این توی این فرمول جایگذاری رو انجام بدم، میشه 4 تا کوسینوس 3 کوسینوس منفی 1 x منهای 3 تا کوسینوس منفی 1 x. خیلی خوب شد، میشه 4 تا x3 4x3 منهای 3x منهای 3x. درست شد؟ فکر کنم این رو داده بود، اگه اشتباه نکنم این رو داده بود 0. آره فکر کنم این بود، این رو داده بود 0 بعد x رو خواسته بود از ما اگر اشتباه نکنم. خب حالت خیلی مهم نیست حالا صورت سواله. x در یه دونه x فاکتور میگیرم در 4x2 منهای 3. یکی از جوابا میشه 0، یکی از جواب ها هم میشه این 3 بره اونور میشه 3/4 میشه مثبت منفی رادیکال 3 دوم. یکی از جواب میشه، یکی از جواب هم میشه این که حالا باید ببینیم که کدوم ها داخل این صادق هستند. خب اگر این رو بذارم صادقه، اونم صادقه، 0 هم صادقه، هیچ مشکلی پدید نخواهد اومد، هیچ مشکلی پیش نمیاد چون کوسینوس بهاس پی دوم باز هم 0 میشه. بله مشکلی پیش نمیاد. به این شکل از توابع معکوس ممکنه به شما سوال بدن. اما یک سری مطلب دیگه هم اینجا داریم، چون جلسه بعدی میخوام در مورد جلسه بعدی رو صرفا میذاریم برای بچهای ریاضی که اون فرمولای ضرب جمع و جنب ضرب رو بهشون یاد بدم. توی بحث حل معادله مثلثاتی پیش میریم، یعنی جلسه یه ضمیمه به همین جلسه 10 اضافه میکنم برای بچه‌های ریاضی، یعنی تحت عنوان جلسه 11 نمیشه. خب ببین الان این دایره مثلثاتی، الان ببین من مثلا دارم رادیکال 2 دوم، رادیکال 2 دوم 2 تا کمان به من میده، هم پی 4 رو به هم میده، هم 3 پی 4 رو به هم میده، دوتاش رو هم به هم میده. من باید محدودش رو چطوری تعیین بکنم که مشکل ساز نشه واسه من؟ ما معمولا ببین چون میگفتیم سینوس بین چیه؟ سینوس آلفا بین منفی 1 تا 1. با توجه به این موضوع، یعنی اگر از همه اینها یه دونه آرک بگیریم، یعنی اگر بخوایم با آرک برخورد بکنیم، آرک سینوس
آرک سینوس آلفا بین منفی پی دوم تا پی دومه. یعنی این دیگه قابل قبول نیست، یعنی اینجاست، یعنی در ربع اول و چهارم قابل جستجوست. من پاک میکنم، یه بار دیگه دایره رو میکشم اگر متوجه نشدی. یعنی یه بار دیگه توضیح بدم. ببین دایره رو مشکی میکشم. ببین اینجا رو نگاه کن، این پی چهارمه، اینجا منفی پی چهارمه. فرضاً دیگه اضافه به هم نمیده اینجا رو، چون اینجا هم 3 پی چهارم هم جا. آرک سینوس بین منفی پی دوم تا پی دومه. حالا علتش هم اگر بخوایم به لحاظ نموداری نگاه بکنیم، تو بحث تابع خدمتتون میگیم اگر اینطور نباشه تابع نیست اصلا. اگر اینطور نباشه تابع نیست اصلا. یعنی جواب آرک حتما جواب آرک سینوس بین منفی پی دوم تا پی دومه. یعنی شما مثلا حق ندادی 3 پی چهارم رو به عنوان جواب ارائه بکنی. بین این محصور بین این توی بحث تابع، حالا اونایی که خوندن، این نمودار سینوسه، منفی پی دوم تا پی دوم، چون اگر از اینجا به بعد باشه دیگه به صورت تابع در نمیاد. این میشه که حالا معکوسش که میکنیم، یعنی تابع معکوسش که میکنیم یه همچین حالتی میشه، یه همچین حالتی بهش دست میده. اونجا میگیم که اصلا این فقط میتونه برای اینکه تابع باشه محدودش بین منفی پی دوم تا پی دومه، که خدمتتون تو بحث تابع توضیح خواهم داد که ما در دامنه و برد محدودیت هایی داریم، مثل ریشه مخرج، مثل زیر رادیکال، مثل آرک، مثل همین آرک سینوس، مثل جلوی لوگاریتم و چیزهای دیگه. این پس چیه؟ محدوده آرک سینوس اینه. همونطور که محدوده آرک سینوس رو میدونید، این مطلب مهمیه ها، تو ذهنتون باید باشه، چون جواب آرک یک جواب تکینه است، یک جواب ثابته. ما وقتی به آرک عددی رو میدیم 2 جواب نباید بگیریم. اصطلاحاً میگن به این موضوع تابع باشه، یک جواب باید به من بده، 2 جواب حق نداره بده. پس من اینجا یک موضوعی رو مورد بررسی قرار دادم، اینکه از منفی پی دوم تا پی دوم باید این سینوس منفی 1 آلفا باید بین منفی پی دوم تا پی دوم باشه. اما در مورد کوسینوس چطور؟ آیا در مورد کوسینوس هم به همین شکل نگاه میکنیم؟ ببین کوسینوس آلفا، الان اینجا کوسینوس آلفا باشه، خب هم این کمان اگر باشه اینجا، این منفی آلفا، این آلفا، خب هم این کمان جواب کوسینوس، همین کمان. من باید یکیشو انتخاب بکنم، نمیشه دوتاش رو بده، اصلا نمیتونه تابعه باشه. حالا ما تابعه رو نخوندیم ولی یقینا یه چیزایی تو ذهنتون هستش که نمیتونه تابع باشه وقتی من یه مقدار بدم و 2 مقدار بگیرم. یه مقدار میدی باید یه مقدار بگیری. ممکنه 2 تا مقدار مختلف بدی و 1 مقدار مساوی بگیری. مثلا تو معادله درجه 2 شما 2 تا ریشه به دست میاری، 2 تا ریشه به دست میاری، به ازای 2 عدد کل معادله شما تبدیل به 0 میشه. اما آیا ممکنه که شما یه عدد بدی به معادله درجه 2 بهت 2 تا جواب بده؟ نه، حتما یک جواب میده. ما در آرک کوسینوس آلفا داریم که این بین
0 تا پی واقع شده. توی این محدود است. این توی این محدود است. آرک سینوس توی این محدود است. نبینم کسی نامساوی مثلثاتی رو برداره آرک بگیره، یعنی برگرده بگه کوسینوس آلفا بین منفی 1 تا 1 برداره آرک بگیره. آرک منفی 1 میشه پی، آرک 1 میشه 0، بعد آرک آلفا هم که آلفاه. این غلطه، اصلا تابلو غلطه. چجوری میتونه یه عددی کوچکتر از 0 باشه بزرگتر از پی باشه؟ مثلا منطقی نیست، غیر عقلانیه این کار. حتما باید دایره مثلثاتی رسم شه. فرض مثال به شما میگه کوسینوس آلفا بین منفی رادیکال 2 دوم تا رادیکال 2 دومه. آیا شما میای آرک میگیری میگی بین منفی پی چهارم، بین پی چهارم تا مثلا 3 پی چهارم؟ نمیتونی همچین کاری بکنی، همچین حقی نداری. اینجا باید اینطوری رسمش بکنی. نگاه کن. فرضاً اینجا هستش رادیکال 2 دوم، اینجا هم هستش منفی رادیکال 2 دوم. اینجا رو ببین، اینجا رو نگاه کن. خب اینجا پی چهارمه، اینجا هست پی چهارم که رادیکال 2 دوم درش صادقه. اینجا چی؟ اینجا هست 3 پی چهارم. اینجا چی؟ اینجا هست چی؟ این محدوده میشه از اینجا تا اینجا. چرا نمیتونم از اینجا رد شم بیام اینور؟ چون که اینجا میخورم به منفی 1. این که منفی 1 نیست. پس محدوده آلفا میشه کجا تا کجا؟ محدوده آلفا میشه کجا تا کجا؟ میشه پی چهارم تا منفی پی چهارم تا پی چهارم. این تا من ذهنی اینا رو میگم. پی چهارم تا 3 پی چهارم محدوده آلفا میشه. چرا نمیتونیم بگیم از اینجا تا اینجا؟ چرا از اینجا تا اینجا نمیتونیم بگیم؟ چرا نمیتونیم بگیم از 5 پی چهارم تا 7 پی چهارم؟ این هم میتونه جواب باشه. آیا این جواب درسته؟ این جواب آیا درسته؟ بله، این هم میتونه جواب باشه. اما طبق تعریفی که ما از آرک کوسینوس داریم، محدوده‌ای که معین میکنیم اینجاست، به خاطر اینکه 2 تا جواب بهمون نده. 2 جواب احتیاج نداریم، فقط ربع اول و دوم، و در سینوس فقط ربع چهارم و اول. یه مثال سینوسی میزنم. مثال سینوسیمون چجوری میشه؟ مثال سینوسیمون اینجوری میشه که میگه آقا سینوس آلفا بین عرض به خدمت شما که منفی رادیکال 3 دوم تا 1 دوم تشریف داره. این رو باید چیکار کنم؟ خب منفی رادیکال 3 دوم میشه اینجا که مقابلش میشه چی؟ اینجا چیه؟ چون منفی میگیریم اینجا منفی پی سومه. 1 دوم هم که میشه اینجا وسط این، خب که هست پی شیشم دیگه. این 1 دومه، این پی شیشمه، این هم منفی پی سومه. آیا اینجا هم نمیشه؟ ببین اینجا هم 1 دوم داره دیگه، 5 پی شیشم. اینجا چیه؟ اینجا 7 پی شیشمه. اینجا هم نمیشه، این کمان هم نمیشه. بله این کمان هم میشه، ولی این کمان رو میگیریم طبق تعریف آرک. از این کمان من استفاده میکنم. آلفا میشه بین منفی پی سوم تا پی شیشم. نامساوی های مثلثاتی رو به این شکل باید حل بکنید. سوال بود تو کنکور داده بود آلفا مساوی با ام منهای M2 منهای M، آلفا مساوی با این. بعد داده بود که این رو حل بکنید.
بچه‌ها کلاً گیج زده بودن و نابود کرده بودن سوال رو. پس ما این قسمت رو نمیپذیریم، فقط قسمتی که در ربع اول و چهارم. ببین اینا حفظ کردنی نیست، اینا باید تو ذهنت باشه، اینا باید تو ذهنت نشسته باشه. آرک حتما باید حتما و حتما آرک سینوس باید توی این محدوده باشه، آرک کوسینوس باید توی این محدوده باشه. خیلی ساده است، تو ذهنت نگهش دار. توی قسمت بعدی که مربوط به معادله مثلثاتی باهاش کمی کار داریم. یه مطلب دیگه هم وجود داره، یه مطلب دیگه که اینجا وجود داره و فوق العاده واسه ما حائز اهمیته، مطلبیه که الان اینجا خدمتتون یادداشت میکنم. نگاه کن، آرک سینوس 1/2 به اضافه آرک کوسینوس 1/2 میشه چی؟ این مگه نمیشه پی شیشم؟ این مگه نمیشه پی سوم؟ میشه 90 درجه. علتش چیه؟ علتش اینه که اگه یادتون باشه ما مگر نمیگفتیم که سینوس پی دوم منهای آلفا مساوی با کوسینوس آلفاه. این در واقع یعنی متمم دیگه، در واقع یعنی متمم آلفا اینه. دوتا متمم همن، کوسینوس و سینوسی که برابر باشن متمم همن. نگاه کن ببین، مگه کوسینوس پی سوم مساوی با سینوس پی سوم نبود؟ میگم سینوس پی شیشم با سینوس پی شیشم نبود؟ مگر کوسینوس پی سوم با سینوس پی شیشم برابر نبود؟ مگه این نبود 1/2، اینم بود 1/2. متمم همن دیگه، طبق همین این قاعده‌ای که اینجا داریم متمم هم دیگه. وقتی دوتا آرک سینوس و کوسینوس با هم جمع میشن، در واقع داری دو زاویه‌ای که متمم هستند رو با هم جمع میکنی، میشه پی دوم. پس کلن در مجموع عمل کرد، وقتی که دو زاویه متمم رو با هم جمع بکنی به همون میده 90 درجه. و وقتی داریم آرک سینوس یک زاویه با آرک کوسینوس همون زاویه جمع میزنیم، آرک سینوس یک زاویه با آرک کوسینوس همون زاویه جمع میزنیم به پی دوم میرسیم. در مورد تانجانت و کوتانجانت هم این موضوع صادقه که وقتی آرک تانجانت رو با آرک کوتانجانت جمع بزنیم به همون پی دوم رو میده، چون باز هم اینها برابری میکنن. چطوری؟ نگاه کن، مگر مثلا اینجا رو ببین، مثلا رادیکال 3 تانجانت منفی 1 رادیکال 3 به اضافه کوتانجانت منفی 1 رادیکال 3. خب تابلو البته شاید بعضیتون شاکی شید چرا داریم می‌نویسیم، ولی خب بعضی شاید متوجه نشن. خب ببین، رادیکال 3 تانجانت منفی 1 رادیکال 3 چیه؟ تانجانت منفی 1 رادیکال 3 چیه؟ پی سومه. چرا پی سومه؟ آقا مگه سینوس بر روی کوسینوس نمیشد تانجانت؟ خب سینوس پی سوم رادیکال 3/2 بر روی 1/2 که کوسینوسشه، میشه فقط رادیکال 3/2 میمونه. این یکی چی؟ این یکی کوتانجانت منفی 1 رادیکال 3/2. خب این کوسینوس آلفا بر روی سینوس آلفا بود. کوتانجانت این بود دیگه. خب یه زاویه بود که اینطوری بود، 1/2 بر روی رادیکال 3/2. این دو از این دو میره، 1 بر روی رادیکال 3 میموند. ببخشید اشتباه نوشتم. یه زاویه که به این شکل میموند پی شیشم بود که
رادیکال 3 دوم بر روی 1 دوم میشه دیگه. کوتانجانت کوسینوس پی شیشم رادیکال 3 دومه و سینوسش 1 دومه که هم میرن باز هم میشه رادیکال 3 که این در واقع دوباره این هم پی شیشمه. اینجا به ما میده دوباره پی دوم. یعنی این موضوع در جفت آرک های نسبتی برقراره که اگر آرک سینوس رو با آرک کوسینوس جمع بکنی بهت پی دوم میده و آرک تانجانت رو با آرک کوتانجانت جمع بکنی نیز بهت همین رو میده. حالا بریم رو دایره مثلثاتی یه سری چیزای دیگه بفهمیم. یه سری چیزای دیگه در مورد آرک بفهمیم. ببین در مورد آرک سینوس x، حالا من آرک نوشتم همون سینوس منفی 1. گفتیم که محدودش اینجاست بین منفی پی دوم تا پی دومه. بین منفی پی دوم تا پی دومه، درسته؟ بزن تو دوربین نمیفته؟ خبش بزن برتر میکشم. راست میگم این همه جا رفتیم تخته داریم مینویسیم. چقدر هم دایره شدین ای بابا این دایره کشیدن یه ذره مشکل داریم. اون پرگوره رو باید بیارم از کامودم دیگه. تموم شد مثلثات. خب این بود محدودش از اینجا تا اینجا، یعنی سینوس منفی 1 x بین منفی پی دوم تا پی دوم واقع شده بود. حالا اگر من بگم سینوس منفی 1 منفی x، ببین الان اینجا xه اینجا منفی xه، دقیقاً قرینه میشه. یعنی سینوس منفی 1 اگر اینجا x باشه اینجا منفی x، دقیقاً زاویه خودش رو معکوس میکنه، علامتش رو تغییر میده. یعنی اگر اینجا باشه آلفا اینجا میشه منفی آلفا به ازای منفی x، به ازای منفی x اینجا میشه منفی آلفا به ازای x. پس سینوس منفی 1 x منفیش سینوس منفی 1 منفی x میشه منفی سینوس منفی 1 x، یعنی میاد از کمان بیرون. اما در مورد کوسینوس ببینیم چه موضوعی صادقه. در مورد کوسینوس ببینیم چه چیزی صادقه، چی میگه به ما کوسینوس، به ما چی خواهد گفت. کوسینوس به ما این رو میگه، مگه محدودش اینجا تا اینجا نبود؟ یعنی کوسینوس منفی 1 x مگر بین 0 تا پی نیستش. حالا کوسینوس منفی 1 منفی x، یعنی اگر اینجا باشه این x این منفی x، این آلفا میده. اما این یکی میده چی؟ پی منهای آلفا. آلفا چیه؟ همینه دیگه، میشه پی منهای آرک کوسینوس x. رو دایره مثلثاتی این رو فهمیدم ما، پی منهای آرک کوسینوس x. اما اون یکی منفی رو مستقیما از داخل خودش خارج میکرد، میشه پی منهای اینجا این پی منهای آلفا دیگه، پی منهای آلفا که حالا آلفا همین آرک کوسینوس دیگه. این چیزاییه که از روی دایره میشه فهمید، چیزایی که میشه گرفت از روی دایره، راحت میشه فهمید و خوبه. نه چیزای خیلی سریع الوصول و راحتی هستند. از روی دایره واقعا خیلی چیزای دیگه هم میشه فهمید، اما بیشتر از این دیگه لازم نداریم. توی مثال ها خودتون متوجه خواهید شد که بیشتر از این واقعا احتیاج نیستش که با اینها ور بریم. اینا هم چیزای حفظی نیستش که شما بخوای بیای تک به تک اینا رو حفظ بکنی. خب یه جمع‌بندی بکنیم این قسمت رو، چون شاید اولین بارتون باشه که اصلا کسی این بخش رو بهتون درس میده، چون معمولا معلم‌ها اینو درس نمیدن. نمیدونم چرا، علاقه‌ای بهش ندارن، چه جوری درس نمیدن، چون چیزی سختی نداره که بلد نباشن، علاقه‌ای بهش ندارن یا حس میکنن تو کنکور نمیاد.
ولی بچه ها خب گیج میزنن سرش، باید یاد بگیرن. گفتیم که خدمتتون عرض شدم که آرک سینوس محدوده داره، آرک کوسینوس هم محدوده داره. محدوده آرک کوسینوس بود 0 تا پی، محدوده این بود منفی پی دوم تا پی دوم. نمودارش هم خدمتتون گفتم، به خاطر اینکه داخل نمودار سینوس از اینجا تا اینجا رو میگیریم که به صورت تابع باشه، و اگر حالا بخوایم به همون صورت به نمودار کوسینوس هم نگاه کنیم، از 0 تا پی رو میگیریم که تابع باشه. این از منفی پی دوم تا اینجا هم پی دوم. این یه موضوع بود، یکی از موضوعاتمون بود. گفتیم که آرک، حالا آرک نمی نویسم سینوس منفی 1 سینوس یو میشه خود یو و هر چیزی منفی 1 اون میشه خودش. این رو گفتیم. بعد در مورد اینکه تو دایره مثلثاتی چطوری محدوده نامساوی های مثلثاتی رو تعیین بکنیم صحبت کردیم، و آخر سر هم گفتیم که سینوس منفی 1 منفی x میشه منفی سینوس منفی 1 x و کوسینوس منفی 1 منفی x میشه پی منهای کوسینوس منفی 1 x. این چیزایی بود که ما توی این جلسه در موردش بحث کردیم، در مورد معکوس نسبت‌های مثلثاتی یا کمان نسبت‌های مثلثاتی. خسته نباشید. جلسه بعدی در مورد معادل مثلثی صحبت میکنیم. بچه‌های رشته ریاضی متمم قسمت دهم رو نگاه کنید که در مورد همین فرمول‌های ضرب به جمع و جمع به ضرب صحبت کردم که چطوری حفظشون بکنید و یاد بگیرید. بچه‌های تجربه نیازی نداره اون متمم رو نگاه بکنن. جلسه بعدی کلا در مورد معادله مثلثاتی صحبت میکنیم و انشالله جلسه بعدیش فقط مثال حل میکنیم. کل مثال هایی که از سال 85 تا الان هست رو همه رو براتون حل میکنم. فول مثلثات رو یاد بگیرید که مثلثات خیلی مهمه. یکم زمان میبره یادگیری مثلثات، کلا فصل زمانبریه، اما حالا خوشبختانه متاسفانه یا هر چیزی که حسابش میکنید این فصل توی تمام فصول و بالاخص توی فیزیک کاربرد داره. من هم یه مقدار طولانی درس میدم به خاطر اینکه اون کاربردش توی فیزیک رو هم براتون پوشش دهی بکنم. خسته نباشید، بریم استراحت بکنیم.